درود خدا بر شما. ای مردمی که از فقیری، از ناداری به نهایت فکر میکنید به یک بیماری مبتلا میشوید که چیوبم برای فرزندم چیکار کنم، خوبش این فکرانی را به یاد خدا صرف کنید. پروردگار رزق دهنده است. چونین بزرگوار میگوید اگر در جهان تمام خشکی آید بجز یک درخت، تمام جا خشک شود بجز یک درخت، ذره غم نخورم اگر دانم که رزق دهنده من خدا است. آخر شما فراموش کردید که رزق دهنده پروردگار است؟ رزق شما را شما تولد نشده در بطن مادر پروردگار می نویسد و یا این چنین روزی جنبستی شما، مرگ شما. بازا این قدر بیمار میشه فکر همون خطی کشیده شما هست. زیخ نشوید، خوبش این وقت را به یاد خدا صرف کنید. غمی روزی مخور به دل، غمی روزی مخور به دل، مزن اوراق دفتر را که پیش از طفل خالق پر کند پستان مادر را.